اگر کسی مقید باشه به خوندن سوره ملک، مثل این که شب قدر رو احیا گرفته، درک کرد. خود شب قدر خیر من الف شهر. روایت دوم، سوره ملک یه اسمش مانع است. چرا بهش میگن مانع؟ رسول خدا فرمود از عذاب قبر انسان رو حفظ میکنه. وقتی کسی که سوره ملک میخوانده تو قبر میذارن، اون دوتا فرشته ناکر و منکر یا نکیر و منکر میان سوال کنن، بهشون خطاب میشه این قاری سوره ملک بوده، کارش نداشته باشید. آثار رو داره. باز تو روایت داریم اگر کسی در قبرستان این سوره رو بخوانه برای اموات، از تمام اون کسانی که اونجا هستن عذاب برداشته میشه.